فرهنگ هسته ملت است. همین است که رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به خاطر رشد این ساحه توجه خاصه دارند. چند سال اخیر در این سمت اقدام‌های نجیب و هدفرس و نتیجه بخش عملی شده ایستادند. برگزار نمودن آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من از جمله همین تدبیرها به شمار رفته دامی 6 سال در سطح بلندی تشکیلی راه اندازی گردید. اکنون طبق امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2025 و مرتبه هفتم نیز در جمهوری ما این آزمون برگزار کرده می شود. باید گفت که آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه‌های صنعت موسیقی، سرایندگی، تصویری و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی شناسی، تقویت بخشیدن به هنر بلند اجرا کنندگی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احترام و ارجگذاری به سنت‌های نیک اجدادی، سطح کسبی اثرهای نوی موسیقی، آفرندگی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرود و اثرهای رسامی که انعکاس کننده فرهنگ گذشته و امروزه ملت تاجیک را تجسم می‌نمایند گذرانیده می‌شود. طبق طلبات، مضمون و غایه‌های اساسی سرود و آهنگ، اثرهای موسیقی، صنعت تصویری و دیزاین که به آزمون پیشنهاد می‌شوند، ترنم شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، دستاوردهای زمان استقلالی دولتی، ارج گذاشتن به عنعنه‌های ملی و میراث پرقناوت نیاگان، طبیعت زیبا منظر تاجیکستان و احیا نمودن هنرهای مردمی را در بر می‌گیرند. کارشناسان ساحه میگویند محض تشکیل و برگزار نمودن این آزمون برای استعدادهای جوان و نورس کشور راه را به صحنه‌های کلان هنری باز کرد و آنها را معرفی نمود. این آزمون توانست که در فضای فرهنگی مملکت استعدادهای زیادی را کشف نماید که امروز علاقه آنها اکثرشون در حیات انسامبل‌های وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیو نظام تاجیکستان فعالیت کرده ایستاده، آنها حیات انسامبل‌ها را مکمل کردند. اشتراک محض در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من مهارت کسبی، مهارت صحنوی آن اشتراکچیان را خیلی سایقل داد و دلیل این رو در اشتراک غالیبان آزمون تاجیکستان وطن عزیز من در چهاربینی‌ها، آزمون‌ها و فستیوال‌های بین‌المللی دیده ایستادیم که خصوصا دلیل اون تنها یک دلیلش گفتن ممکن است که در بازی‌های 16 دلفی بین‌المللی جمهوری کشورهای اعضای اتحادیه دولت مستقل که با ابتکار و وسایط پیشوای معظم ملت محترم رحمان در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود. تاجیکستان 17 مدال را سزاوار گشت، جای یکم را گرفت از حساب مدال‌ها، از جمله 5 مدال طلا. محض این همین بود که این آنمون تجربه در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کردند و سال 2024 نیز در بازی‌های دلفی 18 بین‌المللی کشورهای اعضای اتحادیه دولت مستقل که در دوره بازی‌های بین‌المللی آرکتیکی دلفی در شهر کومی فدراسیون روسیه برگزار گردید. جوانان ما توانستند که در نامیناسیون سرندگی استرادی برنده مدال شوند و در نامیناسیون صنعت رسامی جایزه مخصوص بازی‌ها را به دست آورند. باعث ذکر است که اشتراکچیان و غالیبان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من همه‌جانبه دستگیری یافته برای تحصیل و فعالیت من بعده آنها شرایط فراهم آورده می شود. همچنین با مقصد هوسمندی بیشتر اشتراکچیان سال روان حجم مکافات پولی برای غالیبان زیاد کرده شد. اگر سالهای قبلی غالیبان شاه جایزه در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 50,000 سومانی مکافات پولی می گرفتند، پس امسال برندگان شاه جایزه 2 برابر بیشتر با 100,000 سومانی جایزه پولی سرفراز گردانیده خواهند شد. به همین ترتیب غالیبان جایهای یکم، دوم و سوم نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر مکافات پولی را صاحب خواهند شد. همچنین آموزگاران و استادان غالیبان آزمون شایسته قدردانی گردیده با مکافات‌های بلندی ساحوی سرفراز گردانیده می‌شوند. یک سیستمی هوسمندگردان نیروی ایجادی علیه تشکل یافت. خوب بدونیم که محترم سرور دولت در روز دانش در واخری دستور دادن که مبلغ آزمون‌ها 2 برابر زیاد کرده شود. هم آزمون تاجیکستان وطن عزیز من فروغ صبح دانایی کتاب است، این فروغ معرفت و این البته برای هوسمندگردی چی مادی چی معنوی اشتراکچیان خیلی نقش مهم دارد و در بسیار ما آزمون‌های بین‌المللی اشتراک میکنیم و نظیری چنین آزمون تاجیکستان وطن عزیز ما در یگان کشور ما ندیدیم و البته این
البته در بسیار مواقع رو در دیگر جمهوری وقتی درباره اقدام سرور دولت خودمون با افتخار گپ بزنیم، البته آنها تاکید میکنن که این اقدام پرزیدنت شما، سرور دولت شما شایسته تحسین و نمونه عبرت است برای دیگر کشورها. در 6 سال در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من 21500 نفر اشتراک کرده، قریب 500 نفر آنها صاحب جایهای یکم، دوم و سوم گردیدند. با در نظر داشتی تغییرات و افزایش هوسمندگردانی غالبان آزمون تاجیکستان وطن عزیز من، کارشناسان ساحه فرهنگ کشور با اطمینان میگویند که در سال 2025 نیز این آزمون جمهوریوی در سطح بلندی تشکیلی جریان میگیرد و استعدادهای نوی ساحه فرهنگ و صنعت مملکت کشف کرده میشوند. تاجیکستانی عزیزم وطنم، وطنی با